خواهران دقت کنن، اون خواهری که در کوچه و بازار میره و به نمایش گذاشتن چهره و زینت و آرایش خودش باعث گمراهی جوانان میشود. این بیچاره مثل شمع میمونه، خودش میسوزه که بلکه دیگران روشنایی کسب بکنن که اونها هم به روشنایی نمیرسه. اونها رو هرزه کردن، اونها رو از نجابت و پاکی و طهارت و عفت جدا کردن. و قد اضلوا کثیرا. عزیزان من، سعی کنیم باعث هدایت دیگران بشیم، مبادا باعث ضلالت دیگران بشیم. مبادا از این که یک برنامه دینی رو تبلیغ کنیم خجالت بکشیم. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، فاروق اعظم، چه جمله‌ای دارن، میگه از آن روزی میترسم که ناباوران به گمراهیشان افتخار کنن و مسلمانان از اعتقاد توحیدی خودشون خجالت بکشن. امروز همین روز شده، 1400 سال قبل. از آن روزی میترسم گمراهان، گناهکاران، معصیتکاران، موسیقیدانان به معصیتشون، به گناهشون افتخار کنن، صداشو ولومشو تا ته ببرن، همه کجا تبلیغات کنن، ولیکن مسلمانان از لا اله الا الله خجالت بکشن، از محمد رسول الله خجالت بکشن، از حجاب خجالت بکشن، از دین و دینداری خجالت بکشن. من از آن روز میترسم.